امی حافظ ابن احمد حکیمی را که پرسان کردن که ربوبیت چیست، میگوید هو الاقرار الجازم، میگه اقرار است با بسیار عمت قاطعیت به ان الله تعالی رب کل شیء، به این که الله سبحانه و تعالی پروردگار تمامی اشیاء است، و ملیکه و مالکش است، و خالقه و خالقش است، خلق کنندش است، و مدبره و تدبیر کنندش است، و المتصرف فیه. این کلمات اگر معنای هر کدام از این دقیق فکر بکنین، بسیاری مردم در این مسائل مشکلات دارن. مثلا وقتی که میگیم خلق کننده الله هست، صحیح شد؟ خلق کننده کی است؟ الله هست. خب حالی یک کسی که پیش یک مخلوق میره و برای میگه که بر ما بچه یا دختر بده، هست نیست در وطن ما شما؟ هست نیست؟ خب حال امی کسی که میره مثلا در شاهد شمشیره یا عاشقان و عارفان یا در زیارت های غزنی یا میره در سخیجان مثلا در مزار شریف، امی انسانی که در اونجا میره و در مقابل از ایستاد میشه و برای میگه برای ما بچه یا دختر بده، آیا اینمی شاهد شمشیره و اینمی اشخاص بزرگه در یکی از افعال خالق شریک کرد یا نکرد؟ شریک. میفهمه میگه پا؟ نمیفهمه بیچاره. اینال نفهمیدن که آدم در روز قیامت بویه که والا صاحب من نمیفهمیدم،